خب سوال مربوط به کسر کار میکنیم. در صورت ما داریم 1/2 را خودش نوشته میکنیم. خب در مخرج داریم 3/1 3/1 ما نوشته کردیم میتونیم 3. خب در صورت از 2/3 در مخرج هم 2. نظر به خواص کسر 3 با 2 ضرب میخوره. 2 را در صورت خودش نوشته میکنیم 3 ضرب 2 6. خب این 2 هم در مخرج کسر ضرب میخوره. در صورت 1 داریم 2 ضرب 3 6 مثبت 2/6. میبینیم مخرج کسرها یکسان است. پس از مخرج ها یک را انتخاب میکنیم. صورت ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. 1 جمع 2. خب 1 جمع 2 میشه 3. 3/6 قابل ساده سازی است یا قابل اختصار است. صورت با مخرج کسر به 3 اختصار میکنیم. 1 3 2 3 6. جواب شد 1/2.